الان سال 1504. 100 سال گذشته. تو کجایی؟ نیستی. تموم شده. نوبت زندگیت سوخت. نمایش تموم شد. همه آدمایی که نفس میکشیدن، میخندیدن، عاشق میشدن، میترسیدن دیگه نیستن. اسمشون هم کسی یادش نیست. حالا فکر میکنی اون روز برای تو نمیرسه؟ چرا میرسه؟ یه چشم هم زدن. قبل تو این همه سال گذشته، بعد تو هم میگذره. وقتی میدونی یه روز تموم میشه، چرا حسرت میخوری؟ استرس چی رو داری؟ به چی فکر میکنی؟ مثل این که هنوز حقیقت رو نمیدونی. تو دعوت نشدی که بمونی، تو دعوت شدی که تجربه کنی و بری. اما تو تصمیم گرفتی همه چی رو جدی بگیری، در صورتی که همین الان فقط در حال عبور کردنی. یا با اضطراب عبور میکنی یا با آگاهی. بالاخره مقصد یکیه و دیگه نگرانیات برای این دنیا مهم نیست.